سخی قریب من الله قریب من الجنه قریب من الناس بعید من النار. آدم سخاوتمند خدا دوست می‌دارد، به رحمت خدا نزدیک است، به جنت خدا نزدیک است. مردم هم دوست می‌دارنش و از آتش جهنم دور است. والبخیل بعید من الله بعید من الجنه بعید من الناس قریب من النار. در صورتی که شخصی بخیل از رحمت خدا دور است، ای جنت خدا دور است، مردم هم بخیلش شو می‌بینند، هم خشتواری خودش شوش می‌بینند. بخیلای هست که هم بچه‌ش میگه خدا تستر بکشش، همین مول دادی همین حیف شده و با آتش جهنم نزدیک است. و حضرت عجیبی است سخن میگه، میگه والجاهل السخی احب الی الله من عابد بخیل. همین جاهل اگر سخاوتمند باشه، خداوند همون رو عیان همون عابد بخیل زیادتر دوست می‌داره. یک دملوی شریک داشتیم، خدا رحمت مغفرت کنه، دملو نزگان میگفتن سال 2006 حج رفتیم و یک روز تعجب کردیم، نشون داد دسته کسا این خونه آبادو را میگه یورو بویای همه گروه همیان روزه گرفتیم در حج در روزی هفتم و هشتم و نهم ذوالحجه، با روزی نهم روزی عرفات هست که در عرفات میرن و با جایی که یه مردم من بطرخش روزه گرفتیم. آخه روزه را کم بغل میگیره خونه دوست روزه اتر غیرت که یا چی نوم بته نشانه همین قبول حاجی همی های این خطا برترین مردگی میدوزی در روزه که آدم باید خیر کنه روزه گرفته است. خدا رحمت کنه شیخ سعدی را میگه که به سرهنگ سلطان چنین گفت زن که خیزه مبارک در ریزق زن، بیرو تا زیخانت نصیب دیهند که فرزندکانت نظر بر رهند. یک آدم در دربار پوچو خدمت میکرده است. سحر زنش میگه که مردک خیاک بره ایامو کخلی پوچو البته یکون چی میرسه بیایی نایی بچه‌کات بشینه هم ریتره نگه دارن. بگفتا بود مطبخیم روز سرد که سلطان به شب نیتی روزه کرد. این مردک میگه نه زنگ این روز امید نکرد که این حضرت پوچو شب نیت کرده بود که من پگه روزه نفل بگیرم. زن از ناامیدی سر انداخت پیش، همه گفت با خود دل از غوسه ریش که سلطان از این روزه گویی چی خواست که افطار او عید طفلان ماست. آخه خونه آباد پوچو چی در داره روزه میگیرن و روزه را کم بغلا بگیرن، او را افطارش رزق روزی فرزندای ما های. آخه او باید خیر کنه، خرنده که خیرش برایت زیده است به از صائم الدهر دنیا پرست. همین مرد خدا آدمی که به سخاوت خیر میکنه ایامتری روزدارای کنست که مرده را در پیش پروردگار میگه قدر منزلت شو خیلی بالاتر ربی. حضرت میگفت نعم المال صالح للمرء صالح. چی خوش است مال حلال تازه در دست مرد حلال تازه که در راه خدا صرفش میکنه. سبحان الله، خیلی قدر منزلت داره. سعی کنیم که با پیغمبر رو تقلید کنیم، سعی کنیم با صحابه پیغمبر تقلید کنیم. یک چی مسلم است برادرای عزیز، ای شیر بچه میبروید، ای مور بچه. با خدا قسم میدم این جوان مردایی که زندگی میکنن همه همیو را ببینه او خود پدرش رو در ایگیتا پدر به غیرت های بچه دیده است یاد گرفته و هم کنست که مرده را باره ششم کن او خود پدرش هم تریه کل شیء یرجع الی اصله. حضرت سعد ابن عباده رضی الله تعالی عنه صحابی پیامبر صلی الله علیه و سلم یکی از سرورای مردم انصار است. این سردار قبیله خزرج بود. حضرت یک پهلوان شاهسوار لیچنی تلخرانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم هم در جنگ بدر هم در جنگ احد. و خیال میکنم که کفایه برای معرفی هم جدی یک بوزوالا بود است، بسیار صاحب جمال و دولت خداوند داد استش. حضرت صلی الله علیه و سلم وقتی که مدینه منوره اومد گفتن که حضرت در قبا حرکت کرده است مدینه میدره. او وقتا قبا از شهر بیرون بود، حوالی مدینه حساب میخورد. این برای جای حضرت درست کردن میروه، یک خونه برای حضرت تیار میکنه. تا میویا که ابو ایوب انصاری شستریکی میکنه، خرجینا و باری حضرت میگیره خونهش میبره.
وای اومد که یا رسول الله من جو تو آماده کردم مرحمت. گفت این ابو ایوب وقتی چخونی کرد المرء مع رحله، شخص باید همراه همون بارو پتکش بروه. ما الحمدلله خدا برکت بده بابای رئیس حکمت الله را در همین خونه همین کسی برون نمو جان اخی خویده همین گفت که من ایرا دماغش نمیسوزونم، خصوصا که ابو ایوب انصاری از بنی نجار بود و پیامبر صلی الله علیه و سلم کرامت کشتباری داشت. اینم دیگر هی کاری خوب شد نیونستا نکرد، دست پیشی برپرد هر بگه همین مرد خدا یک طبق سرید پیش پیغمبر میفرستاد. سرید این همین بگیم همین خامشوروی خدمت دارن خراک که گوش دارن نونش ریزان بکنن که حضرت تیار میکرده است، نون ریزان میکرده است، طبق سریدش می اومده است به پیش حضرت. خوب حضرت در خونه ابو ایوب انصاری باشه، خوب اگه جا دعوت شده باشه حتما می اومده است. ابو ایوب میگفت که با شرافت همین مرد خدا فرزندکای ما هم شکم شو سیر بشید، همون تبرکی پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگرفته می آورده میخوردن. ببینید همین را قسم میکنم میگم پدرشان خیلی هیچ به دست نخورد. در زمان جاهلیت مرده است اما آماده هر کسی که شهری اصلی می اومده است حتما نون طعام این مردک هم میخورده، دایم دیگش میجوشیده. همین عشیر شیر بچه هم بشه. همین حضرت سعد ابن عباده یک پسر داشت با نام قیس ابن سعد. این صحابی پیغمبر از همون یوشیش بچه‌ش میگرفت دایم وقتی پیش حضرت می اومد بدر اومده است. حتی بار حضرت نگاه دیدش که دست پسرش در دستش در اومد ایجوش خیست گفت مرحبا بالانصار، مرحبا بالانصار، خوش آمده انصاری های محترم، خوش آمده. و نگاه گرفت در پهلوک شناندش و حضرت گفت انا من الانصار، ما هم یک نفر شما، ما هم انصاریم. انا من فراخ الانصار، ما هم همین چجعکای انصار رو. به حضرت سعد ابن عباده گفت که یا اکرمک الله یا رسول الله کما اکرمتنی، ای حبیب خدا گفت خداوند تو را مکرمت بگردونه همیشه که تو ما را احترام کردی مکرم داشتی. حضرت گفت این الله اکرمکم قبل کرامتی، این اکرام و عزت خدا برای شما داده است که پیغمبر خدا را شناخته آوردینش. چون گهواره که چشم نگاه میکنه حتی براش میگه بشارت داد اینکم سترون بعدی اثره، ولی بعدی مردن من بلای سر شما مشقت ها می آید، فصبروا صبر کنید تا اینکه مرا در نزد حوض کوثر ملاقات کنید. همین قیس میگه مردک شد پهلوان و پهلوان میگوید بسیار شیر بچه بود. در زمان جنگای حضرت علی از جانب حضرت علی جنگ کرده است، یکی از سرلشکرها بود، یکی از کماندیرای کلون بود. حضرت علی حتی ولی مصر تعیین کرد همین قیس را. در شجاعت جوانمردی همتا نداشت. خداوند با خداوند هم نعمت چه با هم جوانمرد هم میتوه همین نعمت داشته است که یکی عیبویترین صحابه پیغمبر صلی الله علیه و سلم حساب میکنه. یک سال در هنگام حج، در موسم حج که خلاص شده است و حاجی استا پراکنده شدستیان مکه، یک گروه حاجی ششتگی بحث شو میشود که در میان صحابه پیغمبر از همه سخاوتمندترین کی باشه. باز این همیشه روایت امروز بعضی‌ها میگن که عبدالله ابن جعفر رضی الله تعالی عنه، پسر حضرت جعفر تیار، جیان حضرت علی را نام میگیرد. حضرت عبدالله ابن جعفر هم بسیار جوانمرد بود، بسیار مقصد تری یگید بود، با غیرت بود. همون دلدل قصه‌ش شنیدگیه ها. ما مایده بودیم رحمتی پدرم میگفت خدا رحمتش کنه، میگفت دلدلی انا حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم جنت میروه و خیال میکرد اسبای. این بعد که میخونیم این دلدل اسب نبوده است، خچیر بوده. خچیر همون اسبی را میگن که پدرش خرای او چش بیتال خچیر بوده است. همین خچیر بعد که حضرت صلی الله علیه و سلم از دنیا گذشت حضرت علی در رسید، مدت طولانی حضرت علی نگهبانش کرده است. بعد که حضرت علی شهید شد خچیر در دست یعنی قیس غلطید، در دست عبدالله ابن جعفر غلطید. میگه علاقه خچیر کور شده، دندانش ریختگی های. همین آدمی که یکی عیبویترین مردمی همون زمان بود، بعد دستای خودش میگه این همین دانه ها را و چهار مغز موی زمین را در اغرق میکتیده، نمیده کف
در هم دهانی خچیر میدوخت است با خاطر پیغمبر صلی الله علیه و سلم. بسیار آدمی با سخاوت بود. بعضیا گفتن همین ای، یک گروه دیگر گفتن نه، گفتن قیس ابن سعد دیگه ترای گفتن سخاوتش زیادتره. وقتی جنجال و دعوا زیاد شد گفتن چی دعوا میکنی؟ هر دش در همین مکه مکرمه هر دش حج اومدگی روزی میسنجیم شو امتحان میکنیم معلوم بشه کی کیه. یک شخص نزد عبدالله ابن جعفر فرستادن، یک شخص نزد حضرت سعد قیس ابن سعد. او یکی نزد عبدالله ابن جعفر اومد دید که حضرت علاقه شتره تیار کرده است باید سوار شود. یعنی شتره از زمین خواب دیدن. اومد گفت یا عبدالله من یک مسافر هستم، مبلغم تمام شده است، پول ندارم که نزد زن فرزندم برم، به خاطر خدا یگان چی کمکم کرد. ای گفت نام خدا را گرفتی شتره سوار شد. اگه خودش باید سوار شود. شتری سرخمو اگه بگیم همین لکسوس 570 همون زمان شتر قیمت بالاترین مالی عرب همین شترای سرخمو بود. شتر سوار شد خیزوندنش گفت در روی خرجینش 500 دینار 500 تنگه طلا او را خرجی رهد. این گرفت شتر اومد گفت این هدیه حضرت عبدالله ابن جعفر حتی نوما نپرسیده کی اینا طلا ها را داده. خیلی گفتن حضرت در قبل نیست کو بیستیم قیس چی میگفته باشه. او شخصی که نزد قیس ابن سعد اومد حضرت خواب بود است. شب تا سحر در نزد خانه خدا بعدی ادای نماز ظهر رفت است قیلوله کرده بود. این فیرود کرد که غلامش برآمد گفت که حضرت خوابه. گفت سیدم گفت اخی کاروان ما رفته است رای مرا نگه نمیکنم. گفت چی میخواهی؟ گفت اخی یک یقده ممکنه همین حضرت اگه خودش باید سوار شود. شتری سرخمو اگه بگیم همین لکسوس 570 همون زمان شتر قیمت بالاترین مالی عرب همین شترای سرخمو بود. شتر سوار شد خیزوندنش گفت در روی خرجینش 500 دینار 500 تنگه طلا او را خرجی رهد. این گرفت شتر اومد گفت این هدیه حضرت عبدالله ابن جعفر حتی نوما نپرسیده کی اینا طلا ها را داده. خیلی گفتن حضرت در قبل نیست کو بیستیم قیس چی میگفته باشه. او شخصی که نزد قیس ابن سعد اومد حضرت خواب بود است. شب تا سحر در نزد خانه خدا بعدی ادای نماز ظهر رفت است قیلوله کرده بود. این فیرود کرد که غلامش برآمد گفت که حضرت خوابه. گفت سیدم گفت اخی کاروان ما رفته است رای مرا نگه نمیکنم. گفت چی میخواهی؟ گفت اخی یک یقده ممکنه همین حضرت مقصد دستگیری میکنم. در همین کنج خونه یک خلطه دا طلا بود است 1000 دینار. این دینارش زلطای چروانی است 1000 تا. گفت اینا میرم که برم انشالله همین دلم پره که حضرت چی نمیگه. اینا میرم که برم. اون گریب خلطه را پشت کرد 1000 تنگه طلا وزبینه. حیدر برآمد ای بچه گفت یگون خرای اسبای یگون شترای نداری دورو میویایی خدا پای پیاده بدم در دهن در اسبی قیس ابن سعد بستگی. این اسب با نام شهبا در این هم کتابایی که درباره اسبا می نویسن که در تاریخ عرب اومدگی بهترین اسب همون زمان. حالی هم همین عرب سکیسکاکون های همه اسب بهترین است. بعضیش هست مبلغش $1,000,000 تصور کنید. اسبی که حضرت معاویه التماس کرد همین سعد که بیا در هزار در میلیون بفروش نفروختندش. این بیچاره غلام اگه جو میدونه گوی نمیره سوار شد برای من اگه جو با تو خره خچیر میکنم. از پس سوار شد در پیشش طلا را گرفت حی کرد اومد و پیش خونه خدا را مردم دیدن اسب همه شناختن اخی گفتن خلاص دیگه گپ نیست. گفت ولی خلاص نه این طلا را مای همون اینه که خودش نداده یا غلامش. ها بچه گفتن ولی صبر کنید این همین شه سوارو بعضی چوندوزی هست و خدا قسم ای بچه هاشو اسب شد چورتر دوست میداره. یا کسا نقل کردن یک همتاری چوندوزه در سکرات مرد و جایی که الله بگه گفته است که همون اسب ما بیارین یا بار دیگر ببینم همین میزنم خانم بابون ولی کو مردک چی ریاکسیون میداده باشه پیشین حضرت در خواب میخیزه
غلام پیشش میاد که ازاد خودت خوب بودی. یک آدم اومدم تری تلبیدنی دیگه دلم نشید بیدارت کنم. من هم خلطه را دادمش برفت. گفت بسیار کاری خوب کردی، بارکالله، خیلی کاری خوب کردی، خرسندم کردی. گفت حضرت بارا بو برداشت، گفت پای پیوده هم زورم نمیرسه، یکون خرای خچی را بودیم ایگه جو رو میون بیتیم بخوید. همون اصف همجا بستگی بود، گفتم را سوار شا برا. یعنی حضرت هم ایجوش رسک فرید خیست. بچه این سفال با من دید که اصف نیست. گفت وی غلام آزادت کردم. با خدا قسم تا اینو در جوان منتر بودم. هیچ وقت دلم نمیشید که او اصفه بود. این میرفتم یکون چی میخریدم میدادمشو. این تا ایمه در با غیرت بودای آزاد. همین شیر بچه میشود. او خیلی پدر البته همین خیلی فرزند میشود. مور بچه میشود. اشتون از اثر تو بگیره بچه. امام جوحیز خدا رحمت مغفرتش کنه قیسم میکنه. در این بصره میگه یک آدمی سختی مرده بود است با درجه سختی اوخی در زمستون میگه ایو برف گرفته نمیشه. یک آدم از کوفه خونه‌اش ده مهمان میشه. یک آدمی که 3-4 سال همین مرد بخیل در خونه خودش جو کرده است، او عزتش کرده است، مقصد کتگی کرده در خونه همون زندگی کرده ولی نعمتش میگه ای با اومدن همون شخص میگه چنان خرسند شد که بشینه مردم بشینه اکنه صحبت برسونا چنان خرسند شد میگه دیگه با همون اومدن همون آدم که بچه شا خیرات کرد بچه جان این همی امکیت خطی اشنا شد این همی یک ولی نعمت ای خیلی جوان مردی کرده این مورا خیلی نونو نمک دادگی با میبرورا 10 دیرامش میته اگه این 10 دیرام با سوم امروزه همین دقل کرده بگیم $100 بچه ها میگه برای یک گوشتی خوب بخر بیار یک خوراک خوب بپزه و همین امکتا میمونداری کنه این بچهش هم پولا گرفته برو اومد چند مدت بیدرک پیشی نمیخونه نیسته اصلش نیسته نخست اومد دستاش خالی بود بعد گفت بچه خدا جوانا مرگت بکشه من خلاف عادت را سوم دادم تو چی در داری دست خالی اومدی اوکش رای ترا نگه داشتیم بچهش گفت که پدر گفتی که بهترین گوشت بخور گفت بله گفت من برو اومدم قصابو را پرسیدم که همین گوشتی ای همه خوب گوشتی کی ای یک ادرسم دادن ها یک کنجی بصره خستم رفتم خونه همون گوشت فروش گفتم اکا یا مهمونی اولی قدر داریم گوشت خوب ببرمتی گفت یک گوشت میبرم میتمد مسکواری ملوی گفت سبحان الله عادتا چیزا با چیزی از خودش بهتر قیاس میکنن آدمی به غیرت دیدم شیرمرد میگم با شیر قیاس میکنن اون شیر زوره اوقی مودم که ای گوشت مسکه خوب باشه ببروی مهمون یا برو اگه مسکه بخرم پرسیدم که این مسکه خوبه کی میفروشه در جای یا آدرس دیگه دادن در این پریشه زدیم اومدیم اکا یا مسکه مو بته مهمون داریم مسکه تازه هم بته گوز یا مسکه میتم اصل وری شدی سبا این بوی مسکه را با اصل قیاس کرد خیلی اگه یا برو با همون مهمون اصل بخرم اصل فروش سراغ کرده میگه یفتیم اکا مهمون داریم اصلی تازه هم بته آزی گفت یا اصل میکشه میتمد آواری روشن الله اکبر اوی اوورد اخیر آب خطی قیاسش کرد ای همش که آب خوب باشه الحمدلله در دهانی در خونم چشمه نازنین کوزه را پری آب میکنم در پیش مهمون میمونم زدم میکنم با این بچهش دیگه کرد پدر را گفت بچم بارکالله حقیقتا فرزندی حلال زاده بده این 100% یقین کرده که حلال زاده بده از حکیم کرد شاگرد سوال کی مهندس کیست فرزندی حلال میگه یک شاگرد از استادش سوال میکنه که همین فرزندی حلال زاده چه فرزنده میگه گفت آن کو عاقبت گردد شبه با پدر گر بخرد است گر صفه استاد گفت که حلال زاده فرزندی را میگن که آیسته آیسته مثل پدرش میشود چندگاه گر نماند با پدر عاقبت خود را رساند با پدر شاید در جوانی بعضی قلقای داره که خیلی جوانی از شعبه دیوانگی هست اما هر قدری که خچه پر کرد همون قدر شبه پدر چیدن میگیره ورنه حالی او بر این معنا گواست دست از او بکشل که فرزند زین است اگر مانع نباشه امیتا بکن میگه
او حلالزاده نیست. آفرین حقیقتا حلالزاده بوده. نه که بچم فکر نکردی ای پرای شهر و ای پرای شهر، ای پرای شهر و ای پرای شهر، اوخی به هم فکری پوپوشی تا نکردی که خورده بشه. و او زمانو پوپوشی قیمت بود. گفت پدر وقتی گفتی با همین امک تا بخر، گفتم ایده سر زیافت همین بخیره کو پوپوشی بیره پوشیده برد. طرفه شاگرده که در حیرت کنه این بسیار مهمه برادر. باید پدرها برای فرزنداشون نمونه باشند. در اینجا ایستادگی یک کس زنگت میزنه در پیش بچه‌ت میگه که بچه من در جنبور گشته استم، اما بچه ایت چی یاد میگیره؟ میگه خیلی دروغ ممکن بود است. پدرم گفته است هر پدر برای فرزند اتوریته تای چی کاری نباشه به خدا قسم. عادتا کودکان با پدراشو تقلید بکنن. میخوایم فرزندای خوب باشن، ما خودمون باید خوب باشیم. مرد باشن، ما خودمون باید مرد باشیم. خداوند برکت بده. آمین. ایشان یعقوب شورا فرهنگ ما خونه شما رفتگی در اون قنات با برادرش هم آشنا هستیم. خدا رحمتی پدرش هم خوب میشناسم. همین آدم حقگو و حقجو بود. دیگه نمیکرد کی چی همین گپا رو که راست در روی آدم میگفت. خداوند رحمت مغفرتش کنه. پروردگار خیرات و احسانات شما در درگاهش قبول کنه. فرزنداش هم که فرزندای با غیرت خوب قبول کنه. پروردگار برادرایی را که در این محفل خیر و شکر دارن از جمعی بلا و افات عزیز و سلامت عاقبت کارمون به خیر انجام بده. پروردگار رو به دعوهای بندگیت، به دعوهای امتی حبیبت محمد صلی الله علیه و سلم، به دعوهای پیروی مذهب مهذب امام اعظم ابو حنیفه مستقیم بدن برامون نصیب و روزی بده. خداوند عاقبت امورمون به خیر انجام بده. پروردگار رو فیض برکات خیرات خیش رو در این منزل، در این محفل، در این شهر، در این دیار، در تمام ممالک مسلمان نشین، خاصتا در خاندان برادرایی که در این محفل خیری ما شرکت دارن نازل فرمایید. خداوند به خاطر این ساعت که ان من یقین دارم ساعت اجابت دعاست. کی میدونه چقدر ملائکه در این مجلس خیری ما شرکت دارن. پروردگار ارواح گذشته ها من رحمت و مغفرت بابای رئیس هم نصیبت داره، هم فرزندش از دست هم جیانش. خداوند براش صبر جمیل عنایت فرما و رحمت مغفرت کرد. خدا رحمای پسر عمل کرد. پروردگار رو با بیماران و شفای کامل عاجل عنایت فرما. خداوند رو بیزنان و صاحب زنی صالحه گردان. پروردگار رو با بی فرزند و فرزندای خوب و صالحه نصیب روزی بگردان. خاصتا برای قاری احمد جان. پروردگار رو امید به رحمت شفقتی تو داریم. به قرض دارو رو از همه بلای قرض نکنیم. شخصایی را که امکان دارن قرض نمیتن، خداوند و ایمانشون به جوش بیار که روز قیامت پیش نظر بیارن که ساعت میشوه که حتما ایو قرض پرسیده میشوند، ساعت میشوه که رو شانسی ها میشود که فایده و منفعتشون ندارن. خداوند و ریش سفیدامون در عوض هر مویی که در اسلام سفید کردیم فرد روز قیامت براشون یک نور و یک پروژکت می‌دهیم. پروردگار رو جوان مردا را غیرتشون از زیاد کرد که هم خدمت پدر و مادرها را کنن، هم فرزندا را تعلیم و تربیت کنن. خداوند جوانامون غیرت بده که تقلید به علموشان، تقلید به قاریا داشته باشن، تقلید به علما داشته باشن. پروردگار رو امید به رحمت شفقتی تو داریم. روح رسول الله صلی الله علیه و سلم در عالم برزخ از عمل نیکی امتانش همیشه شاد و مسرور نگه دار و فرد روز قیامت از شفاعت رسول الله صلی الله علیه و سلم و از دیدار به مثال با نصیب و بودشون گردان. الله اکبر. شما خورید. شکلک